چطور یک تأمین کننده ای رو ایجاد و فاکتور خریدی رو ثبت کنیم. برای منظور از منوی امور کاربران عنوان تأمین کننده و در نهایت تأمین کننده جدید رو انتخاب می‌کنیم. صفحه مقابل مشخصات تأمین کننده جدید رو مثل نام، نام خانوادگی و دیگر مشخصات رو وارد می‌کنیم. در قسمت پایین صفحه آدرس ها و شماره تلفن های تأمین کنندمون رو به تعداد نامحدود میتونیم وارد کنیم و در ادامه دکمه ثبت رو میزنیم و اطلاعات رو ذخیره میکنیم. برای اینکه بتونیم فاکتور خریدی رو ثبت کنیم از منوی خرید عنوان فاکتور خرید جدید رو انتخاب میکنیم، تأمین کننده مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم. البته این نکته رو در نظر داشته باشید که وارد کردن تأمین کننده اجباری نیست. محصولاتی که از این تأمین کننده تهیه شده رو به همراه مشخصات کامل اون اینجا وارد می‌کنیم. چند تا نکته موقع ثبت فاکتور وجود داره که بهتر به اون توجه کنید. نکته اول اینه که هر مبلغی برای هر محصول به عنوان قیمت فروش یا قیمت خرید وارد می‌کنید بر اساس واحد اون محصول هست. مثلا اینجا برای بستنی واحد کیلوگرم و برای آب معدنی واحد عدد رو در نظر گرفتیم. و نکته بعدی اینه که قیمت فروشی که برای هر محصول موقع ثبت فاکتور خرید وارد می‌کنیم قیمت فروش محصول رو در کل صندوق به روز و آپدیت می‌کنه. مبلغ کل رو وارد می‌کنیم و در ادامه نوع فاکتور رو به صورت غیر رسمی یا رسمی انتخاب می‌کنیم که البته در صورت اینکه فاکتور رسمی رو انتخاب کنیم میتونیم کد اقتصادی اون رو هم وارد کنیم و در نهایت دکمه پرداخت و ثبت نهایی رو انتخاب می‌کنیم. به صفحه نوع پرداخت فاکتور منتقل میشیم که در اینجا میتونیم به صورت ترکیبی نوع پرداختمون رو مشخص کنیم که در اینجا برای مثال من مقداری رو به صورت کارت به کارت و مقدار باقی مونده رو به صورت پرداخت از طریق دستگاه پوز انتخاب میکنم. در نهایت ثبت نهایی و فاکتور خرید ما به درستی ثبت شد که در اینجا میتونیم با انتخاب جزئیات فاکتور همه محصولات و انواع روش‌های پرداخت این فاکتور رو مشاهده کنید.